وقتی نور آفتاب تیره‌ای را روشن می‌سازد، آیا می‌توانیم وجود آفتاب را انکار نماییم؟ اگر با دیدن روشنی آفتاب هستی آن را نپذیریم، هستی چی را قبول کرده می‌توانیم؟ زیرا در اینجا گرمی و روشنی وجود دارد و گرمی و روشنی هستی آفتاب را اثبات می‌نماید. اگر سرچشمه روشنی و گرمی که آفتاب حقیقی می باشد انکار کرده شود، ناچار آن گرمی و روشنی به خود تیره‌ای نسبت داده در داخل تیره‌ای وجود آفتاب خیالی پنداشته می شود. آفتاب تابان با شعله خود اشیای بیشمار را گرم و روشن می سازد. اگر سرچشمه همه این گرمی و روشنی را آفتاب حقیقی ندانیم، لازم می آید که در داخل هر اشیا آفتاب خاص تصور نماییم، زیرا در میان گرمی و روشنی وجود دارد و باید آن سرچشمه خود را داشته باشد. سرچشمه آن تنها آفتاب تابان است. قیاس بر این مثال، نور الله تعالی و نام‌های صفات‌های زیبایش در این عالم تجلی نموده است. همچنانه که روشنی و گرمی عالم موجودیت سرچشمه خود را اثبات نمود، صفات‌های در عالم تجلی نموده خداوند نیز از هستی او تعالی درک می‌دهد. همین طور هر کجا صفت نمایان گردد، حتما آن صفت صاحب خویش را اثبات می‌نماید. برای مثال، اگر در ورق با قلم حرف ا نویسیم، از این عمل و حرف ا چنین خلاصه کردن ممکن است. یکم، قبل از پیدا شدن حرف ا کسی پیدا شوی آن را خواسته است، زیرا کمی پیش آن حرف وجود نداشت و اکنون عرض هستی دارد. بودن یا نبودن چیز هستی ذات صاحب اراده را تقاضا می کند که هستی و یا نیستی آن را خواسته است. امکان ندارد که حرف ا به اراده نویسنده پیدا گشته باشد. از این خاطر پیدا شدن حرف ا هستی نویسنده صاحب اراده را تقاضا می کند. دوم، حرف ا تنها یک خط عادی نیست، بلکه به طور زیبا نوشته شده معنای را افاده می کند. بنابراین حرف ا دلالت می کند که نویسنده آن دانا است، زیرا شخص به علم توان نوشتن آن را ندارد. سیوم، نویسنده حرف ا باید توانا باشد. اگر او خواهش علم داشته ولی به طور مثال دستانش فلج باشد، نمی تواند آن حرف را ایجاد نماید. از این خاطر حرف ا علاوه بر هستی نویسنده اش توانایی او را نیز افاده می کند. چهارم، اینچنین نویسنده حرف ا شخص زنده است، زیرا ذات مرده علم و اراده و توانایی ندارد. اگر قلم و ورقی را نزد پردمت بیجان 1000 سال گذاریم، هرگز حرف ا به وجود نمی آید. این طور باشد، پیدایش حرف ا علاوه بر هستی نویسنده اش زنده بودن او را نیز بیان می سازد. به مانند دلالت حرف ا مثال های زیاد وجود دارد. اکنون نویسنده حرف ا را پیدا نماییم. اگر پیدایش آن را به قلم نسبت دهیم، باید که قلم عقل و اراده، علم و قدرت و دیگر صفت‌های نویسنده را داشته باشد، زیرا صفت‌های مذکور در نوشتن حرف ا تجلی یافته است و هیچ اسم به مسما و هیچ صفت به موصوف شده نمی‌تواند. بنابراین باید نویسنده حرف ا دارای علم و اراده و ذات زنده باشد. بر این اساس کائنات نیز به مانند حرف ا و یا مثل یک کتاب است. اگر الله تعالی را همچون نویسنده این کتاب نپذیریم، سرچشمه اسم و صفت‌های تجلی نموده در کائنات به اتم و سبب‌ها نسبت داده می شود. از این خاطر شخصی که هستی الله یگانه را نپذیرد، ناچار ذره و اتم‌ها را همچون آفریدگار می‌پندارد. برای روشن‌تر گشتن این موضوع باز یک مثال دیگری می‌آوریم. باریدن باران را از ابرها با چشم خویش مشاهده می‌نماییم. آیا فکر کرده ایم که در پیدا گشتن و ریختن باران کدام صفت‌ها تجلی می‌یابد؟
در باریدن باران این صفت‌ها نمایان می‌گردند. یکم، پیدایش باران قبل از همه تقاضا می‌کند که ذات پیداشوی آن را خواسته است. زیرا قطره‌های باران کمی پیش وجود نداشت، اکنون عرض هستی دارند. از نیستی به هستی و از هستی به نیستی تبدیل یافتن اشیا ذات صاحب اراده را اثبات می‌نماید. از این سبب ذاتی که باران را به وجود آورده است باید صاحب اراده باشد. دوم، قطره‌های باران در نتیجه یکجاشوی هیدروژن و اکسیژن به وجود می‌آید. این کار با علم بیکنار حاصل می‌گردد. از این خاطر قطره‌های باران داننده بودن پیدا کننده آن را اثبات می‌کند و ذات به علم توان پیدا کردن حتی یک قطره باران را ندارد. سیوم، برای پیدا گشتن باران توانایی نیز لازم است، زیرا از دو ماده سوزنده و ترکنده ایجاد نمودن آب قدرت بزرگ می‌خواهد. از این خاطر آفرنده باران باید توانا باشد. چهارم، قطره‌های باران با هم برنخورده به زمین می‌ریزند و از آن فایده‌های زیاد حاصل می‌گردد. از این معلوم می‌گردد که آفرنده باران دارای حکمت عالی نیز هست. پنجم، باران برای منفعت انسان‌ها، حیوانات و زمین و نباتات آفریده شده است. این طور باشد ذاتی که باران را آفریده است از احتیاجات انسان‌ها، حیوانات، بستنی و درختان آگاه است و بر این اساس باران را آفریده است. ذات از محیط بیخبر حتی یک قطره آب آفریده نمیتواند. ششم، باران برای باشندگان روی زمین رحمت است. پس ذاتی که باران را آفریده است برای همه مهربان است. هفتم، برای دارا بودن صفت‌های مذکور قبل از همه زنده بودن لازم است، زیرا ذات مرده هرگز علم و اراده، توانایی و دیگر صفت‌های زنده را ندارد. در مثال باران ده‌ها صفت آفرنده آن را مشاهده نمودن ممکن است و چنان گفته‌اند برای عاقل اشاره کفایت است. اکنون بیایید پیدا کننده باران را جستجو نماییم. چنانه که ذکر گشت دیدیم که پیدا کننده باران باید علم و اراده، قدرت، حکمت، رحمت، علم فراگیر، دیدن، حیات و دیگر اسم و صفت‌ها را داشته باشد. زیرا بدون این صفت‌ها حتی یک قطره آب آفریدن ناممکن است. باران کتاب پر اسرار است که اسم و صفت‌های پیدا کننده‌اش را تجلی می‌نماید. عجبا، صاحب این صفت‌ها کیست؟ البته آن ذات الله تعالی است و به غیر از الله تعالی کسی این کار را انجام دادن نمی‌تواند. اگر عکس این گفته هستی خدا این کار گردد، پس ایجادگر باران کیست؟ زیرا هیچ ایجاد به ایجادگر بوده نمی‌تواند. علاوه بر این ایجادگر صفت‌های مذکور را داراست، چون که به آن صفت‌ها یک قطره آب آفریدن ناممکن است. در این صورت در پیشمان تنها دو اختیار است: یا هستی الله تعالی را پذیرفته ایجاد و صفت‌های تجلی یافته را به او نسبت می‌دهیم و یا پیداشوی باران را با صفت‌های مذکور به ابرها نسبت داده آن را همچون آفرنده باران قبول نماییم. در این صورت صفت‌های الهی به ابر نسبت داده می‌شود. خلاصه مثال باران این است: در باران صفت‌های آفرنده آن تجلی گشته است. این صفت‌ها بی صاحب بوده نمی‌توانند. شخصی که هستی الله تعالی را انکار نماید، علم و قدرت، حکمت، رحمت و دیگر صفت‌های الهی را به ابر بیجان و بیشعور نسبت داده است، حالانکه تنها خداوند می‌تواند دارای صفت‌های مذکور باشد. در مثال یکم شخص انکار کننده آفتاب حقیقی ناچار به وجود آفتاب خیالی اعتقاد نمود. همین طور اگر صفت‌های در اشیا تجلی یافته را نیز به صاحبش نسبت ندهیم، به خود اشیا نسبت داده
صاحب حقیقی آن انکار کرده می شود. اینچنین هر موجودی که دارای این صفت ها باشد صفت معبودیت را می گیرد، زیرا معبود برحق تنها صاحب این صفت ها شده می تواند. ما تنها به باران و به چند صفتی که در آن تجلی نموده بود نگریستیم. اکنون به این کائنات و صفت‌های در آن تجلی نموده اندیشیده صاحب صفت‌های تجلی گشته را پیدا نماییم. به آسمان نگرید، به داخل بحرها نظر افکنید، به صحراها سیر نموده و به هر سمت عالم اندیشه نمایید. عجبا! آیا صاحب اسم و صفت‌های بیشمار که در کائنات تجلی نموده است به غیر از الله تعالی کی شده می تواند؟